صفتهای همسری نیک. واقعا زن موجودی لطیف است که همیشه با پشتیبانی نیاز دارد. لازم است از ابتدای زندگی تا پایان آن یار و غمخواری داشته باشد. به همین دلیل پس از آن که به سن بلوغ رسید از اهل خانواده جدا شده با مردی که قبلا برای کاملا بیگانه بود ازدواج می نماید و عائله برپا می کند. البته برای هر زن لازم است که همسری صالح و نیک باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید دنیا در حقیقت متاع است و بهترین متاع دنیا زنی صالحه و نیک می باشد. در حدیث دیگری آمده است زنی که نماز 50 اش را ادا نماید و ماه رمضان را روزه گیرد، شرمگاهش ناموسش را محافظت کند و شوهرش را اطاعت کند، نه در کارهایی که خلاف شریعت باشد، از هر در از درهای بهشت که دوست دارد داخل می شود. زنانی نکوکار در انجام دادن کارهای نیک با شوهرانش همراه هستند. وقتی نبودن شوهر از خود و مالهایشان محافظت می کنند، از خود اخلاق رفتار خوب نشان می دهند که مایه خوشحالی شوهر گردد. هر زن مسلمان باید کوشش نماید که هیچگاه ذره به شوهر خیانت نکند. از اذیت و آزار به شوهر مانند دشنام و سخن بد گفتن بپرهیزد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند زن باید هنگام از خانه برون شدن از شوهر اجازت گیرد مگر در حالتهای ضروری. متاسفانه امروزها در جامعه ما نه همه این را رعایت می کنند. از فاش کردن سر شوهر و بیان نمودن کارهای خصوصی او پرهیز کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند دو نفری هستند که نماز آن از بالای سرشان بالاتر نمی رود. یکی از آن دو زن می باشد که از شوهرش نافرمانی می کند. پس ای زن عاقله از این حدیث های گوهربار درس عبرت باید گرفت و برای خدمت شوهر و اطاعت او همواره آماده باش، بدان که او در حقیقت بهشت و جهنم تو می باشد. چنانکه حسین ابن محسن روایت می کند که عموی ایشان به کار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفت و وقتی کارش تمام شد پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسید آیا تو شوهر داری؟ گفت آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود رفتار و اخلاق تو با او چگونه است؟ جواب داد من همیشه در خدمت او هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود شوهرت بهشت و جهنم توست، یعنی اطاعت شوهر سبب وارد شدن تو در بهشت و نافرمانی او سبب داخل جهنم خواهد شد. ای خواهر گرامی از خدا بترس. امانت را که با پیوند ازدواج بر دوش گرفته ای که آن اطاعت و نیکی به شوهر است به نوع خوبتر ادا کن. غافل مباش که شوهر بر بالای تو حق بزرگی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید برای کسی شایسته نیست که غیر الله جل جلاله به کسی یا چیز دیگر سجده کند. اگر به کسی سجده کردن جایز و درست می بود هر آینه زنان را دستور می دادند که شوهران خود را سجده کنند. باید گفتی این زیاد بودن حق مرد بر بالای زن است. حدیث مذکور دلیل واضح و آشکار برای آن است که حق مرد بر زن بسیار بزرگ است. باید زن مسلمان دانشمند باشد چون که مادر اولین معلم فرزند است. بزرگ گفته است دامن مادر نخست آموزگار کودک است، طفل دانشور کجا پیوسته نادان مادره. باید ذکر نمود که شوهران هم با همسران خود خوش معامله باشند و آن حقوقی که زن در بالای شوهر دارد باید ادا نمایند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.